معاون رئیس خدمات امنیت پرزیدنت ازبکستان اوتابک اومارов همراه با هواداران به تماشای قوازمایی نهایی جام آسیا در میان فوتبالبازان تا 23 ساله شتاب دارد. پرواز چارتری هواپیمای ایروبوس 330 که فدراسیون فوتبال ازبکستان تشکیل کرده بود، 3 مای از تاشکند به قطر و روز بعد به تاشکند برگشت. نرخ میانه اجاره یک ساعته چنین هواپیما به $18,000 برابر است. همین طریق اندازه‌پرندگان ازبکستان برای این پرواز تخمینا $5 میلیون پرداخت کردند. آیا شما میدانید که یک مسافر این هواپیما می توانید ساعت دستیش را فروخته مبلغ آن را برای پرداخت 4 پرواز چارتری شبیه مصرف کند؟ کیست این مسافر؟ این مسافر داماد خورده پرزیدنت ازبکستان اوتابک اومارov است. در عکس فیسبوکی دیده می شود که اوتابک محمد علیویچ صاحب ساعتی است که قریب $2 میلیون نرخ دارد. ساعت خادم دولتی اوتابک اومارov که از حساب اندازه‌پرندگان عادی معاش میگیرد به $1,880,000 برابر می باشد. این مبلغ به نفقه 32,932 بازنشسته ازبک برابر است. چگونه یک خادم دولتی از حساب معاشش چنین ساعت خریده است؟ ضمناً ساعت ریچارد میلی اپ فراری یک نمونه نشری محدود است. در روی عالم همگی 150 نسخه از چنین ساعت تولید شده است که نرخ آن تخمیناً از $1,800,000 تا $2 میلیون است. Breaking with our established stylistic codes but faithful to our identity and spirit. بلوگر سنجر خوجا سوال میکند که از کدام حساب داماد پرزیدنت صاحب چنین ساعت شده است؟ آیا آن در اعلامیه او ثبت گردیده است؟ آیا انداز از این خرید پرداخت شده است؟ نه اومارov و کدام از مقامداران ازبک به بلوگ سنجر خوجا واکنش نکردند، ولی کاربران شبکه‌ها شرح زیادی نشر نمودند. به فکرم من کمبود بیوجت کشورم را یافتم. شاید شریکان خارجی این ساعت را تحفه کردند. بعضی کاربران میگویند این گونه تحفه ها شهادت رشوه‌ستانی است. بخش ازبکی رادیو آزادی معلومات ندارد که کی و در کدام حالت داماد پرزیدنت ازبکستان صاحب این ساعت گرانبها شده است. ولی آزادلیک چندین دفعه دست داشتن اومارov و نزدیکانش در معامله‌های شبهه برانگیز را ثابت کرده است. به ویژه در تحقیقات اخیر آزادلیک سخن از یک شرکت بینام نشان می‌رود که در واردات و فروش گاز طبیعی به مبلغ $100 میلیون نقش دارد. این شرکت مال نزدیکان و خویشاوندان اومارov است. شرکت شما از ترکمنستان هم گاز می‌خرید؟ ما 2 سال این جانب کار نمی‌کنیم. ولی پیش داشته چنین داد و گرفت؟ بله داشته. کی می‌داند؟ شاید ساعت ریچارد میلی از حساب فایده چنین داد و گرفت خریده شده است.